پسرا همه بولیزاتون رو در خیال راحت. بالاخره میخوام لختتو بریزیم ببینم. بیرون، میخوام ببینم، میخوام اون یه نمره اصلا رو کار بدم. مناسب و درستی. در میاری ادای آدم‌های نجیب رو هم در نیاری. نه من مشکلی با نجابتش ندارم، من شلوارم هم در میارم. خب حله. هیکل قشنگا رو بهشون نشون بدید. آفرین. سیکس پک رو کی میخواست ببینه؟ دادم. حالا زود بود نگار. نه دیگه گفتم ببینم باید بدم. خب خیلی بازی جذاب‌تر شد نه؟ خدا رو شکر. بعد اون حدسی که من زدم شبیه بهش وای، خوشمون شبیه. اومد از این قضیه تو سرما علی اکس و نکس. علی جان شلوار تو نگفتیم این در باز شده. فقط بولیز. این باز شده. خانسال قربونت. انتخابش سخت شد چون اکس و نکس شبیه همن بدنشون. دیگه حالا شاهین چه خبر؟ همه چی اوکی، خوب پیش میره. بگو عاشقمی. بعد طوری نیست دیروزم بگو. لباسه از سواریشو پوشیده بود، گفت از سواری هم بلده، منم بلدم. تو دوربینا از تهیه کننده درخواست کردیم ما رو بفرستن از سواری با هم دیگه، شاید این عشق بیشتر شد. همه چی خوب پیش میره تا الان که همه چی اوکی. چه مرده بود چند تا ماچ؟ چند تا مال تو هم میشموری یا نمیشموری؟ همون که خودش گفت درسته دیگه. حالا اگه دنبال سوتی میگردن گفت از دیشب تا الان 4 تا کلا 8 تا. من حواسم هست. تو هم میشموری؟ نه من نشمردم، الان گفت حفظ نه من کردم. انقدر بوسش میکنم از دستش در میره. حالا دیگه پرروش نکن دیگه حالا. نه خیلی شیرین میاد آخه، بوساش شیرینه، دوست داشتنیه. خواهش میکنم. نه تو رو خدا میخوای ترش باشه، خب معلومه که شیرینه. اصلا قند و نباته. نه خب میبینم اتفاقات خوبی داره بیفته. خوشحالم برای همتون. چه شب رو مشکی زیاد دوست دارم، تایپ هم نیستن. اگه تا آخر مشکی نداشتیم چیکار کنیم؟ دیگه مجبورم دیگه یه کاریش میکنم. باش تو چی درش خیلی گوگولیه. دیگه برام دیشب صورتی دیدید مخمو زد. یعنی تو با صورتی مخت خورد؟ آره. صبحونم تازه شیرتوت فرنگی خورده تموم. آره صبونه شیرتوت فرنگی خورد. یعنی الان هر چیز صورتی آره. خیلی چندشی.